در این ویدیو به دوران حکومت پهلوی یعنی سالهای 1304 تا 1357 برمیگردیم که شامل حکومت رضاشاه پهلوی و محمد رضا شاه پهلوی می باشد. در این ویدیو مزایا و معایب این حکومت رو بیان می کنیم. البته باید در نظرم بگیریم که پیدا کردن معایا و مزایای یک حکومت کاری بسیار پیچیده و سخت است و به طور دقیق قابل بیان نیست. ابتدا با مزایای حکومت پهلوی شروع می کنیم. مورد اول توسعه اقتصادی بود. در دوران پهلوی ایران شاهد رشد و توسعه اقتصادی قابل توجهی بود. صنایع نفت، کشاورزی و دیگر صنایع در حال رشد و شکوفایی خود بودند. دومین مورد توسعه زیرساخت‌ها بود. در دوران پهلوی بسیاری از زیرساخت‌های ایران مانند جاده‌ها، بانک‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها توسعه یافتند. این توسعه زیرساخت‌ها باعث بهبودی در حمل و نقل و ارتباطات در ایران بود. مورد سوم پیشرفت در آموزش و بهداشت بود. در دوران پهلوی توجه به آموزش و افزایش بهداشت و تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی افزایش یافت. همچنین سیستم بهداشتی و درمانی نیز پیشرفت کرد و به حد نصابی شکوفا شد. اگه تا اینجا از این ویدیو خوشت اومده اون رو لایک کن و ادامه رو که معایب‌های شگفت‌انگیز حکومت پهلوی رو بیان میکنه رو با من همراه باش. مورد اول از معایب حکومت پهلوی نابرابری اجتماعی بود. طبقه بندی اجتماعی و تفاوت‌های طبقاتی در دوران پهلوی وجود داشت. از اقشار جامعه برخی فرصت‌ها بیشتر بهره‌مند بودن آنها بود، در حالی که بخشی دیگر از جامعه با مشکلات اقتصادی و نابرابری دست و پنجه نرم می‌کرد. دومین مورد بررسی‌های سیاسی بود. در دوران پهلوی آزادی سیاسی و حقوق بشر به طور قابل توجهی محدود بود. مخالفان سیاسی و سانسور رسانه‌ها و محدودیت‌های دیگر در زمینه آزادی بیان وجود داشت. سومین مورد و آخرین مورد از معایب سرکوب سیاسی بود. حکومت پهلوی به حکومتی استبدادی و سرکوب و مخالفان سیاسی معروف بود. احزاب و جنبش‌های سیاسی مخالف با محدودیت‌های شدیدی مواجه می‌شدند و صدای مخالفان اغلب از طریق سانسور، زندان و یا تبعید خاموش می‌شد. و همچنین وابستگی‌هایی به خارج از کشور و عدم مشارکت سیاسی دولت با مردم از معایب به آشکار این حکومت به شمار میره. اگه تا اینجا با من همراه بودی ازت میخوام که کانال منو سابسکرایب کنی و دیگر ویدیوها رو با من همراه باشی.